بررسی جوایز این هفته فری فایر و 1000 جم رایگان. سلامت شد، چطوری؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدیم بررسی جوایز این هفته فری فایر رو انجام بدیم و ببینیم که چطور میشه این جوایز رو دریافت کرد. توی این هفته اول فرند کالبک اومده داخل بازی که وقتی شما به دوستاتون کالبک میزنین به یکی از فرنداتون کالبک بدین 24 ساعته این دنس رو بهتون میده. به 2 تا دوستاتون کالبک بدین دوباره این دنس رو 24 ساعت تمدید میکنه و این گان رو بهتون میده. 3 تا فرندتون کالبک بدین دوباره 24 ساعت این دنس رو میده و این گان. و 4 تا کالبک بزنین این دنس رو 24 ساعته دوباره بهتون میده و این مو رو دائمی میده. حالا کالبک اصلا چی هست؟ کالبک یعنی شما وقتی روی این بخش کالبک میزنین فرنداتون رو باز میکنه، اونایی که بیشتر از 1-2 هفته داخل گیم آنلاین نشدن. به اونایی که بیشتر از 1-2 هفته تو گیم آنلاین نشدن شما میزنین روشون ایونت میدین. این ایونت که اینجا براشون ارسال میکنین، از داخل پیام شما وارد بازی فری فایر بشن یه دونه کالبک برای شما اینجا حساب میشه. یعنی به دوستتون که 1-2 هفته داخل بازی نیومده بگین که برگرده. اینجوری وقتی برگرده از داخل لینک شما این جوایز رو به شما میده. جایزه بعدی اینجا هستش که وقتی شما 15 نفر رو داخل قلب ریوایف کنید این جوایز رو به شما میده. 1 نفر رو ریوایف کنید اینو میده به صورت 24 ساعته. 5 نفر رو ریوایف کنید 10 روزه این گان رو بهتون میده. 10 نفر رو ریوایف کنید این گان رو 10 روزه بهتون میده که اگه درصدش پر شه دائمی میگیرید این گان رو. اگه 15 نفر رو کامل ریوایف کنید اینو دائمی بهتون میده. این هم همون ووکونگه، اینجوری میشه. و جایزه بعدی که جایزه نیست، تو رای تاپ اپ وارد بازی شده که توی این بخش هستش تا 39 ساعت و 15 دقیقه دیگه هم در دسترسه. وقتی شما 50 جم بزنین 50 جم خود بازی بهتون میده. 100 جم بزنین 100 جم میده. 300 جم بزنین 300 جم بهتون میده. 500 جم بزنین 500 جم میده. جمعاً یک شما وقتی جم بزنی با آیدی هم باید بزنی. تاپ اپ بر اساس جم با آیدی حساب میشه. شما وقتی یک جم میزنی یک هم خود فری فایر به صورت رایگان به شما میده که خیلی خوبه. شما میتونی برای اسپین گان ناروتو اسپین بزنی. با دو کاجم ناروتو خود ست ناروتو و ساسوکه رو نمیتونید بگیرید مگه اینکه خودتون 2-3 کار روی اکانتتون داشته باشید. اون یک کارم بزنید یک کام اینجا بده بتونید بگیرید. اگه یک کار خام روی اکانتتون بزنید یک کام اینجا بده بشه 2 کام میتونید گان ناروتو رو کامل گردونش رو خالی کنید. این بود از جوایز این هفته فری فایر. امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. حتما نظراتتون رو زیر این ویدیو بذارید. امیدوارم همیشه شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.